در حالی که روز صدها نفر دستگیر میشه و اتحاد زیاد در روی سرکا کشته میشه و با چی یک وحشت کشته میشه. یک کثافت ها فکر نمیکنه که دنیا کشورهایی را به رسمیت میشناسه، حکومتهایی را به رسمیت میشناسه که در اونجا حق و حقوق انسان ها مساوی باشه، زن و مرد حقوق داشته باشه، اطفال حقوق داشته باشه، مکتب باشه، حکومت مانع رفتن انسان ها، زن، مرد، اطفال به مکتب نشوه، برای رشد زراعت، صنعت غیره غیره کار شوه. اینا یک حکومت اسلامی جور کردن که از خدا دفاع کنن. این چیزا اصلا برشان مهم نیست. این حالی میگه ما کلم را هم نداریم، ما نفوذ هم داریم، ما امنیت هم آوردیم، ما اینه که چی هم داریم و امنیت هم آوردیم. سعی کنین شما که امی آقا که میگه که امنیت ما داریم، این امی حکومت کثیف الله را که جور کردن، اینمی نماینده خدا آمدن در اول وقتی که در کابل آمدن گفت ما عفو عمومی اعلان کردیم.